سلام دوستان، مرلین ترات هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی منحصر به فرد دیگه. نباید احساسات این آدم رو بهت میگفتم، ولی دلم نیومد خبردار نشی از این احساسات. امروز با قهوه، کهانت، اوراکل احساسی و تروت میخوایم بریم ببینیم که احساسات شخص مقابل رو براتون فاش کنم و ببینیم که چه حسی به شما داره. چند ثانیه بهتون فرصت میدم تا نیت کنید روی شخص مقابل. قهوه رو برگردوندم ولی ندیدم توی قهوه چه خبره. و موضوع دیگه، اگه دوست دارین ویدیو به جواب بده، حتما با لایک این پست رو بزنی و کانال رو سابسکرایب داشته باشی. نیت کن، بریم ببینیم برای شما چه خبره. بسیار خوب، بریم از کارت های تاروت شروع کنیم. ببینیم که شخصی که مورد نظر شماست امروز میخواد احساساتش رو به چه شکلی افشا بکنه. نیت میکنم این کارت ها احساسات کیس عاطفی شما رو برای ما فاش کنه. ببینیم که شخص مورد نظر چه احساساتی نسبت به شما امروز داره. احساسات امروز پارتنر عاطفی شما نسبت به شما چیه؟ دوستانم از دسته کهانت هم کارت بگیریم، ببینم که احساسات امروز شخص عاطفی برای شما چیه؟ بسیار خوب، قهوه‌تون رو هم برگردونیم ببینیم که قهوه میتونم بهتون بگم تقریبا روشنی و امروز براتون شکل داده، ولی قهوه پرخبر، یعنی در حین اینکه قهوه روشنیه خبرهای زیادی رو هم به نظر من برای شما داره. خب، اولین موردی که خیلی برای شما مشخصه، ببینید یا رابطه شما رابطه‌ایه که دشمن داره، یعنی رابطه‌ایه که حالا به هر دلیلی از سمت خودتون، از سمت پارتنرتون، از سمت دوستاتون، خانواده، یک سریا به نظر من رابطه شما رو تایید نمی کنن. و ببینید انرژی دشمنی، انرژی این که مقابله با شما دارن میکنن، انرژی این که در تلاشن که رابطه شما رو خراب بکنن رو اولین موضوعیه که خیلی برای من انرژیش واضحه. ببینید شخص مقابل شما یا الان به شدت به هم ریخته، یعنی اینجوریه که آیا من میتونم این رابطه رو درست کنم؟ آیا نمیتونم؟ آیا میتونم به نقطه‌ای برسونم؟ آیا نمیتونم؟ آیا به جایی میرسیم؟ آیا نمیرسیم؟ ببینید مدام داره انگار اینجور افکارها رو توی ذهن خود شخص عاطفی شما مدام داره این افکار رو توی ذهن خودش فکر میکنه. و ببینید بچه ها خیلی دوست داره که برای این رابطه، در اصل من میبینم که خیلی این انسان دوست داره که برای این رابطه تلاش بکنه، ولی خب ببینید
چیزی که مشخصه این انسان به شدت الان ببینید اینجا برای شما مثل یه هلال ماه افتاده و مشخصه که خیلی به شما فکر میکنه. یعنی این روزا یکی از دغدغه ها، یکی از افکار و یکی از فکرهایی که تو ذهن این انسانه راجع به شماست کلا. یعنی میتونم بگم که خیلی به شما فکر میکنه. احتمال اینکه راجع به شما داره یک سری خواب ها یا کابوس ها میبینه، مخصوصا اگر به شما بد کرده، این انرژی براش خیلی زیاده. و موضوع دیگه ای که براتون من میبینم، ببینید بچه ها اینجا هم میگیرم جلوی تصویر، ببینید 5 of the source براتون در اومده، انرژی 5 شمشیر. و این کارت ببینید یه آدمیه که تیر و کمونشو داره آماده میکنه که ضربه بزنه. یعنی ببینید من برای رابطه شما چیزی که میبینم این موضوع که یک سری ها قشنگ دارن با رابطه شما بازی میکنن. حالا این یک سری ها برای یک سری هاتون گفتم از خانواده ها، از دوست ها و از آشناها میتونه باشه. ببینید این انسان بچه ها ذاتاً احساس میکنه که شما آدمی هستی که جفت روحیشی، آدمی هستی که حس خیلی خوبی بهش میدی، آدمی هستی که آرومش میکنی، آدمی هستی که بهش عشق میدی. ببینید میگه در کنار تو من آرامش رو چشیدم، من عشق ببینید حتی شاید تا به امروز آقا میرفته تو رابطه، میرفته یه رابطه جنسی برقرار میکرده میومده بیرون، میرفته تو رابطه خیلی الکی کات میکرده میومده بیرون، ولی با شما ببینید یک هارمونی، یک انرژی خیلی خاص رو چشیده و به نظر من یک عشق خیلی زیبا رو این انسان با شما تجربه. ببینید بعضی اوقات یه سری روابط تو زندگی آدم میاد که واقعا هم یک باره اگه قدرش رو دونستی که خب میمونه، ادامه میدی و به نتیجه میرسه. ولی اگه قدرش رو ندونستی هیچ فرقی هم نمیکنه از جنبه خودتون یا از جنبه طرف مقابل این قدر ندونستنه، خودتو پارم بکنی، بزنی، نمیدونم خودتو با کله بری تو دیوار، خودتو اصلا آتیش بزنی جلوی طرف، وقتی دیگه یه سری چیزا رو خراب بکنی خراب میشه دیگه. به نظر من رابطه شما هم از این نوع رابطه ها بوده که واقعا انرژی خیلی خاصی برای شما داشته. و اینجا ببینید شخص مقابل شما خیلی بچه ها انسانیه که هیجانات احساسی و جنسی زیادی داره، انسانیه که میتونم بگم شر شیطونه، امکان داره استفاده از الکل داره، سیگار، گل، مشروب، یه ذره میتونه زیاده روی حتی توی این موضوعات رو داشته باشه. و چرا داره مصرف میکنه؟ چون عذاب وجدان داره. ببینید حتی برای بعضی از این انسان ها میبینم که مثلا میگن طرف الکلی شده، طرف گلی شده، ببینید انگار افتاده توی یه دام یه وابستگی بد و مثلا چون آقا به خاطر تو عذاب وجدان داره و کاری از دستش بر نمیاد، افتاده مثلا توی اینکه هر شب مشروب بخوره، هر شب مست کنه، هر شب مثلا بره با دوستاش گل بکشه. ببینید یه ذره عذاب وجدان و درون این انسان من خیلی زیاد میبینم. ببینید میگه شما رو یه شخصیت خیلی اکتیو، شخصیتی که اکتیوی، ورزش میکنی، زیبایی، علاقه به گل و گیاه، به طبیعت، استایل خیلی زیبایی داری و احساس میکنه که شما جایگاه خیلی خاصی داری. یعنی میگه تو به یه نقطه‌ای توی زندگیت رسیدی که شاید ببینید حتی خود این آدم داره افتخار میکنه، میگه مثلا اگه خانوم هستی دمش گرم، جنگید و مثلا در عرض چند سال رسید به اون چیزی که میخواد، دمش گرم. مثلا طرف کاری که من نتونستم بکنم و خودش برای خودش داره میکنه. ببینید یک احساس میکنم که بعضیاشون هم بچه ها اگه شرایط مالیشون از شما بده، امکان داره که حسادت به شرایط شما هم بعضیاشون دارن. ولی خب بچه ها ببینید اینجا یه سری موضوعات بین شما پنهانه. حالا یا شخص مقابل شما فکر میکنی که خود شما نسبت به این انسان مثلا دارید پنهانکاری میکنید، دروغ میگید، خیانت کردید، یا بالعکس این موضوع، یعنی خود این انسان نسبت به شما احتمالش خیلی زیاده که یک پنهانکاری،
یک خیانت، یک دروغ و یک حالت انگار راز رو داره نشون. یا شاید هم مثلا طرف خیانت کرده، مچشو گرفتی کنده شدی، طرف خیانت کرده دیدی تصمیم به طلاق گرفتی، طرف خیانت کرده دروغ گفته راز داشته تصمیم گرفتی جدا بشی. ببینید یه ذره هم بچه‌ها این آدم انسانیه که میگه ببین من چقدر لباسم قشنگه، ببین من چه خوش تیپم، ببین مثلا شرایطم، میدونید اینجوری بذار بهتون بگم، چون شما رو خیلی شخصی میبینه که به قدرت رسیدی، بیشترم دارم قدرت مالی میبینم، زیبایی، جایگاه اجتماعی، قدرت مالی، دوست داره انگار با شما رقابت بکنه، یعنی بکنه تو چشتون که آره مثلا منم مثلا رفتم ماشین خوب خریدم، آره مثلا منم رفتم شرایط مالیمو اوکی کردم، به خودم دارم میرسم، امکان داره حتی بعضیاشون میرن مثلا از نظر زیبایی عملهای زیبایی انجام میدن، ولی دوست داره با شما یه رقابتی رو انجام بده. و بچه ها ببینید این انسان توی فاز اینه که انگار یه نقشه‌ای بکشه، یه برنامه‌ای پیاده کنه و به سمت و سوی شما این چنینی بیاد. یعنی کاملا داره نشون میده که تو فاز اینه که یه سری برنامه ها بچینه و به سمت شما بیاد. ببینید اینجا کارت شیطان براتون معکوس در اومد. ببینید کارت شیطان انرژی منفی، طلسم، دو، بستگی، ترس، گل، سیگار، مواد، اعتیاد رو نشون میده. ولی زمانی که برعکس در میاد من احساس میکنم که یه انرژی منفی قراره که از رو رابطه شما از بین بره. این انرژی خیلی براتون مشخصه و ببینید حتی اگه طرف مثلا بدبین بوده، اعتیاد داشته، رفتارهای بدی داشته، اینا قراره از تو رابطه شما از بین بره. ببینید رابطه شما بهتون اولش هم اولین چیزی که بهتون گفتم همینه. ببینید رابطه شما دشمن داره، رابطه ایه که یه سریا میخوان خرابش بکنن و مشخصه که این دشمن ها بیکار نمیشینن و مدام برای شما کار طلسم، دعا، جادو و انرژی منفی دارن انجام میدن. و برای چی انجام میدن؟ چون شما رو ملکه ثروت یا پادشاه ثروت میبینن. شخصیتی داری. ببینید بعضیا هستن، از نظر اصلا شخصی خود من، اصلا من کارتا رو کاری ندارم، بعضیا هستن انقدر انرژیشون بالاست آقا یه دونه طرف گونی بپوشه، یه گونی بره از خیابون یه گونی پیدا کنه بپوشه، وقتی بره توی جمع ببینید اون گونیه انقدر به اون آدم میاد، انقدر مثلا میتونه اون آورا اون آدم رو زیبا نشون بده، حساد چرا مثلا به طرف گونی هم اومد. میدونید واقعا بعضیا مخصوصا الان چون یه سری آگاه شدن، انرژیشون رفته بالا، دارن رو خودشون کار میکنن، خیلی چشن. یعنی واقعا من خودم به چشم دیدم که حتی حضور یه انسان، آقا یه آدمی که خیلی متین، ساکت، زیباه، به خودش رسیده، حضور یه انسان باعث این میشه که بقیه واقعا اذیت بشن. چرا مثلا طرف ساکته؟ میدونید بعضی هم اینجوری هستن که خب مثلا چون طرف ساکته ما نمیتونیم بهش کرم بریزیم، بذار ما مثلا بریم یه انگولکی این آدمو بکنیم. ببینید من احساس میکنم که اصلا شما هر مدل کاراکتری که دارید واقعا باعث حسادت و جذب چشم و نظر برای شما شده. و اینجا ببینید میگه چاکرای گلو، یه ذره باید روی چاکرای گلوتون کار کنید، مدیتیشن های چاکرای گلو رو انجام بدید و ببینید شخص مقابل شما دقیقا چیزی که بهتون گفتم احساس میکنه که از نظر مسائل مالی از شما ضعیفتره. شاید هم اینجوری نباشه، ببینید شاید میترسه طرف، اصلا آقا مثلا میگه چون این آدمیه که خب به خودش میرسه، شرایط مالی خوبی داره، پس نکنه مثلا یه جوری بشه که برم جلو و مثلا من کم بیارم، من آبروم بره. ببینید یه همچین حالتی هم میتونه باشه، ولی باز اینجا هم داره میگه که انرژی زنانه و مردانه شما همدیگر رو تکمیل میکنه. پس احساساتش اینه. عجیب و جالبه ریدینگ امروزمون. من دوست دارم بریم ببینیم حرفش برای شما چیه. احساساتش رو که شنیدیم، ببینیم که
این انسان چه حرفی برای شما داره. ببینیم براتون چی در میاد. شخص مورد نظر شما، حرف دلی که برای شما امروز داره چیه؟ حرف دل این انسان امروز برای شما چیه؟ خب، به نیت حرف دل شخص مقابل شما ببینیم براتون قهوه‌تون چه انرژی در میاد. نیت بکنید روی شخص مقابلتون. خب، اولین چیزی که داره به شما میگه تو تنها شخصی هستی که صاحب قلب من شدی. یعنی یه جورایی امکان داره که قبل از این فقط این آدم با منطق میرفته توی رابطه، ولی میگه تو الان تنها کسی هستی که تونستی صاحب قلب من بشی. موضوع دیگه ای که داره بهتون میگه ببینید، میگه بعضی موقع شاید از خودت بپرسی که چرا تو، ولی میگه زمانی که من به چشمای تو نگاه میکنم 7 میلیارد انسان رو فراموش میکنم و فقط تو حال حاضر انگار برای من تو هستی. یعنی میگه زمانی که بهتون نگاه میکنه، به چشماتون، به صورتتون، فراموش میکنه حالا انسانهای دیگر و اشخاص دیگر رو و جاذبه زیادی انگار برای این آدم چشمای شما داره. ولی خب ببینید، میگه توی یه خاکی که برای من نبود گل کاشتم و نتونستم رشد کنم، نتونستم پیشرفت کنم. یعنی از یه بابتاییم ببینید این انسان فکر میکنه که شاید نتونسته اون پیشرفتی که باید رو الان نسبت به شما داشته باشه و داره میگه که بعضی موقع یه سری آهنگا که گوش میکنم چشامو میبندم و فکر میکنم که اون آهنگو من دارم برای تو میخونم. و موضوع دیگه ای که داره بهتون میگه شاید تو زمان اشتباهی ما با هم روبرو شدیم، شاید هم تو جای اشتباهی روبرو شدیم، ولی من مطمئنم که تو انسان اشتباهی برای من نیستی. و میگه ای کاش میتونستم تومو همچین بیام برای تو بریزم بیرون. میگه هیچ چیزی اون مدلی که تو فکر میکنی نیستش. ببینید بچه ها، اینجا من بهتون نشون بدم این شکل قهوه رو، شکل جالبی براتون افتاد. ببینید شبیه یک خانوم مو بلنده و یک آقایی که این ور و انگار این آقا توی دستش داره حالا یا یه سگ هدیه میده یا یه سگ بغل این آقاه، ولی مشخصه که شخص مورد نظر شما به نظر من نسبت به شما یه حس وفاداری همچنان داره. یعنی حس درونیش اینه که من بهت وفادارم، حتی اگه نتونسته باشم توی این چارچوبی که داشتیم پیشرفت کنم، ولی یه حس وفاداری رو این انسان برای شما داره. ببینم پیام فال قهوه شما رو مسائل عاطفی شما چیه؟ پیام فال قهوه شما رو مسائل عاطفی شما چیه؟ میگه شخص مقابل شما ببینید کاملا سر یک دوراهی مونده، بلا تکلیفه، نمیدونه باید چی کار بکنه. از یه طرفی میگه میدونم تو شخصی هستی که به من عشق دادی، میدونم تو آدمی هستی که من با تو عشق ورزیدن رو یاد گرفتم. ببینید این انسان شاید هم این سگ
شما به این آدم وفاداری رو یاد دادید، شما به این آدم یاد دادید که آقا اگه با یه آدم میری تو رابطه با اون باید تو رابطه باشی، نه اینکه مگه در چی میگن به ایرانی، ترکیه ها میگن آهور، من دیگه لغت های ایرانی داره یادم میره کم کم، یادم رفت این جمله، ولی اینجایی که اسبا رو نگه میدارن یادم رفت کلن. ببینید واقعا بعضیا احساس میکنن که مثلا قلبشون جایگاه مثلا 50 نفره، فرقی هم نمیکنه دختر پسرا. تو دور زمونه الانمون یک دسته هستن که این شکلی هن که خب اوکی با این باشم چون مثلا شرایط مالیش از اون بهتره، با اون باشم بدنش سکسی تره، با این باشم چون مثلا طرف دکتره، با اون باشم چون طرف مثلا باشگاه داره، مثلا بدن خیلی جذابی داره. ببینید متاسفانه الان تو این دور زمونه پیدا کردن یه انسانی که واقعا دنبال عشق باشه خیلی سخته و واقعا زمانی که به نظر من یه همچین انسانی آدم پیدا میکنه نباید بیخیال، چون ببینید واقعا تو جامعه الانمون دیگه شما هم من بهتر میدونید مطمئنم همه دنباله ببینید یکی دنبال پوله، یکی دنبال میتونم بگم مادیاته، یکی دنبال منفعته، یکی دنبال زیباییه، یکی دنبال جایگاه، هر کسی به نوبه خودش دنبال یه چیزی هست. پس اینجا به نظر من شخص مقابل شما داره میگه آقا من با تو اوکی شاید الان قدمی نمیتونم بردارم، ولی با شما کاملا داره نشون میده که یک عشق رو تجربه کرده، کاملا داره نشون میده که یک رابطه صمیمی رو با شما تجربه کرده و من احساس میکنم نمیخواد شما رو از دست بده. بذارید بپرسیم آیا این انسان به فکر این هستش که یه قدم جدی به سمت شما برداره؟ آیا این انسان به فکر قدم جدی به سمت شما هست؟ ببینید کارت شیطان دوباره براتون برعکس در اومد. بله، میخواد منفی نگری، ترس ها و نگرانی هاش رو بذاره کنار و متوجه شده که شما واقعا لایق دریافت عشق هستید. دقیقا چیزی که براتون میبینم این آدم به سمت دوستی شما بچه با یه حرکت میاد و موقعی که حالا شما با این آدم روبرو بشید امکان داره که خیلی تعجب بکنید که مثلا طرف چرا مثلا رفتارش اینجوری شده، عوض شده، متفاوت شده. ببینید داره روی خودش کار میکنه. بعضیاشون حالا مدیتیشن میکنن، بعضیاشون نماز میخونن، بعضیاشون شاید پشیمون بشن از اشتباهاتی که کردن و مسیر درست زندگیشون رو پیدا کنن. و ببینید اینجا کارت پیج آف پنتاکلز براتون اومد، یعنی یک قدم. ببینید یا این انسان میخواد به شما حالا هدیه‌ای بده، پولی بده، یا میتونم بهتون بگم که اینجا حالا این حس وفاداریه که براتون اومد، این سگه، من احساس میکنم که یه قدم همچین قدمی که باعث وفاداری خواهد شد رو داره نشون میده. ببینم آیا حالا این قدمه برداشته شد؟ آیا رابطه شما به سمت درست شدن میره؟ آیا این ارتباط به سمت درست شدن میره؟ ثبات میاد، بله. جسارت پیدا میکنه که یه سری کارهایی که تا به امروز جسارتشون نداشته انجام بده. و ببینید بچه ها انگار میترسیده از این پل رابطه بیاد روی این پل رابطه، میترسیده، ولی به نظر من ترساشو میزنه کنار و میاد برای رد شدن از این پل رابطه و تصمیم جدیش رو میگیره. پس این هم از این. و به عنوان آخرین کارت ببینم پیام تاروت روی این رابطه برای شما چیه؟ پیام تاروت روی این رابطه برای شما. کائنات میگه نگران نباش، شروعی دوباره برای شما توی راهه.
وارد دوره‌ای قراره بشی که خیلی هیجانات احساسی و جنسی زیادی و قراره توش بچشی و باز براتون میگه نایت آف پنتکلز، یعنی یک قدم، شخصی که قدم برمیدارش. ببینید اگر جریان امضای سند، قرارداد دارید یا قول داده برات یه کاری انجام میدم، چیزی به نامت میکنم، مثلا کار مهاجرت تو اوکی میکنم، نمیدونم سند ازدواج میزنم، خونه به نامت میکنم، هر کاری گفته، شروعی دوباره امضا و یک قدم رو داره برای شما نشون میده. ذاتاً توی کارتای اینجاتون هم کاملا بهتون گفتم یه حرکتیه که میخواد این انسان نسبت به شما داشته باشه و این حرکت حرکتیه که و روی سر این سگ هم بچه انگار یه شمع روشنه. من احساس میکنم یک حاجت روایی هم برای خیلیاتون هست، یعنی درصد خیلی بالاییتون انگار یه انرژی حاجت روایی هم براتون اتفاق میفته. ریدینگ امشب اون از اون ریدینگ خفنای انرژی خاص بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر دوستش داشتید حتما لایک این پست رو بزن و نفری 10 تا برای من قلب خوشگل بذارین زیر و اگه دوست داری انرژی ریدینگ برات صدق کنه حتما بنویس دریافت کردم این انرژی رو از سمت و سوی ملائک الهی. تا ویدیوهای بعدی شما رو به دستان کائنات می سپارم.